تا حالا شده با خودت فکر کنی که یه نفر بدجوری حق تو رو خورده، ولی بعد به خودت گفتی ولش کن، کارما خودش جوابشو میده. این ویدیو درباره یکی از قدیمی‌ترین و فراگیرترین باورهای بشریه که مقالش توی مجله تایم منتشر شده. و چیه اون باور؟ کارما. تو این ویدیو قراره به این چند تا سوال جواب بدیم. چرا به کارما باور داریم و این باور چه تأثیری روی رفتارمون داره؟ چرا باور به کارما انقدر بین آدما رایجه، حتی وقتی مذهبی نیستن؟ چطور کارما باعث میشه احساس کنیم زندگی منصفانه است؟ وقتی پای کارما وسطه، ما با خودمون مهربون‌تریم یا دیگران؟ چه نیروی روانی باعث میشه بدبختی بقیه رو به کارمای منفی ربط بدیم؟ آیا باور به کارما همیشه خوبه یا میتونه خطرناک هم باشه؟ هزاران ساله که آدما به این امید زندگی میکنن که دنیا بالاخره عدالت رو اجرا میکنه. این فکر که اگه کار خوب بکنی پاداشش رو میگیری و اگه بدی کنی بالاخره یه جایی یه جوری پسش میدی، همون جمله معروف هرچی بکاری همون رو درو میکنیه. این فقط یه جمله قشنگ نیست که روی پوستر یا استوری اینستاگرام ببینید. دکتر سیندل وایت میگه که باور به کارما تو ذهن خیلیا یه نیروی بزرگتره. یه جور عدالت کیهانی که آخرش حق رو به حقدار میرسونه. اما یه نکته جالب، با اینکه این باور همه جا هست، هنوزم خیلی از دانشمندا دقیق نمیدونن مردم واقعا چطور بهش نگاه میکنن. تو زندگی روزمرهشون چطوری کارما رو تجربه میکنن. اصلا واقعا حس میکنن اثر داره یا فقط یه دلگرمیه؟ اینا هنوز سوالات بی جوابن. دقیقا به خاطر همین سوالا بود که تیم دکتر وایت یه مطالعه جدید انجام داد. توی این مطالعه که به تازگی منتشر شده، بررسی کردن ببینن چی باعث میشه ما به کارما ایمان داشته باشیم. نتیجه یه تضاد جالب بود. وقتی نوبت به خودمون میرسه، همه چی گل و بلبله. من خوبم پس دنیام خوب میشه. ولی وای به وقتی که بحث بره سمت دیگران. اون وقتی که میگیم دیدی حقش بود. انگار یه نوع عدالت سفارشی برای هر نفر وجود داره که یه جورایی بیشتر از اینکه کیهانی باشه خودخواهانه است. یعنی وقتی مردم درباره کارمای خودشون فکر میکنن، اغلب دید مثبتی دارن. اما وقتی پای کارمای بقیه وسط میاد، خب فقط میشه گفت که خیلی‌ها فکر میکنن حقش بود. خب حالا کارما از کجا اومده؟ از دل آیین‌هایی مثل هندو و بودیسم که قرن‌هاست توی فرهنگ‌های آسیایی جا افتاده. ولی حالا دیگه فقط مال مذاهب شرقی نیست. کارما رو همه جا می‌بینیم. حتی تو دنیای غیر مذهبی‌ها، حتی وسط پاپ کالچر. حتی تیلور سویفت یه آهنگ کامل درباره کارما خونده. توش کارمای خوب رو با هر چیزی مقایسه میکنه. از یه دوست پسر ایدئال گرفته تا گربه‌ای که رو پات لم داده. یعنی حتی توی دنیای موسیقی هم کارما یه جور برتری شخصی شده. یه احساس امن بودن از این که من خوبم پس دنیا با هم خوبه. ولی واقعیت اینه که ما فقط دنبال یه مفهوم مذهبی یا پاپ کالچر نیستیم. ما دنبال یه چیز عمیق‌تریم، عدالت. دکتر وایت میگه که مردم ذاتاً دوست دارن زندگیشون منصفانه باشه. ما وقتی میبینیم دنیا طبق قواعد پیش میره و هر کسی چیزی رو که لایقشه میگیره، احساس امنیت میکنیم. و اینجاست که کارما به یه ابزار ذهنی قوی تبدیل میشه. وقتی همه چی برخلاف میلت پیش میره، وقتی حس میکنی زندگی بهت سخت گرفته، باور به کارما مثل یه صدای آروم تو ذهنتی که میگه ادامه بده. خوبیات بی پاسخ نمیمونن. توی ادامه مطالعه از بیش از 2000 نفر خواستن که یه تجربه کارمایی درباره خودشون یا بقیه بنویسن. حدس بزن چی شد؟ بیشتر مردم، یعنی حدود 86% درباره خودشون نوشتن. و از بین اونا بیشتر از نصفشون گفتن که یه اتفاق خوب براشون افتاده، چون کارما حواسش بوده. اما اون گروه کوچیکتری که درباره بقیه نوشتن، تقریبا همشون درباره بلاهایی نوشتن که سر طرف اومده و گفتن نتیجه کارمای بد بوده. انگار وقتی نوبت به خودمون میرسه، کارما یه فرشته است. ولی وقتی به دیگران نگاه میکنیم، یه داور سختگیر و بیرحمه. این یعنی چی؟ یعنی تو ذهن ما کارما وقتی مربوط به زندگی خودمونه مثل خورشید میدرخشه. ولی وقتی نوبت بقیه است، سریع تبدیل میشه به رعد و برق. کارما بسته به اینکه داریم به کی نگاه میکنیم، یا یه پاداش شیرینه یا یه مجازات تلخ. همه این تحقیقات یه چیز خیلی روشن رو نشون میدن. ما آدما طوری ساخته شدیم که دوست داریم خودمون رو آدم خوب ماجرا بدونیم. وقتی اتفاق خوبی برامون میفته، میگیم آره کارمای خوبم بود، حقم بود. ولی اگه کس دیگه ای زمین بخوره، تو ذهنمون میگیم دیدی کارماش بود، خودش مقصره. در واقع کارما یه آینه است، اما نه همیشه ساده. گاهی فقط واسطا به اون چیزیه که دلمون میخواد درباره خودمون و بقیه باور کنیم. حالا چرا وقتی به بقیه نگاه میکنیم بیشتر دنبال کارمای منفی میگردیم؟ شاید چون نیازی نداریم که اونا رو مثبت ببینیم.
در مورد خودمون کلی دلیل داریم که بخوایم احساس خوبی داشته باشیم، ولی درباره بقیه نه اونقدر. پس وقتی یه نفر شکست میخوره یا بلایی سرش میاد، مغز ما راحت‌تر قبول میکنه که این نتیجه کارمای خودش بوده. چرا؟ چون با این فکر ذهنمون حس عدالت پیدا میکنه. با خودش میگه دنیا هنوز جای منصفیه. آدم خوب پاداش میگیره، آدم بد تنبیه میشه. شاید اینجوری راحت‌تر نفس میکشیم، حتی اگه اون عدالت فقط توی ذهن ما باشه. دکتر وایت دنبال اینه که بفهمه کارما باعث میشه آدما مهربونتر بشن یا سختگیرتر. تا اینجای کار به نظر میرسه که فکر کردن به کارما تا حد زیادی نتایج مثبتی داره. آدما امید پیدا میکنن، احساس میکنن زندگی معنا داره. ولی گاهی بعضیا زیادی درگیر این فکر میشن که دیگران باید مجازات بشن. اونجاست که قضیه خطرناک میشه. کارما مثل هر باور ماورایی دیگه میتونه آروممون کنه، اما نباید باعث بشه نسبت به درد بقیه بی‌رحم بشیم. چون همیشه نمیدونیم چه چیزی پشت یه اتفاق بد بوده و شاید کار درست اینه که بیشتر به مهربونی فکر کنیم تا مجازات. در نهایت شاید نتونیم با قطعیت بگیم که آیا واقعا یه نیروی ماورایی هست که حواسش به همه چیز هست یا نه. اما یه چیز واضحه، ما دوست داریم باور کنیم که دنیا جای منصفیه، که خوبی‌ها گم نمیشن و بدی‌ها بی‌پاسخ نمیمونن. شاید این باور به کار ما نباشه که دنیا رو عوض میکنه، بلکه همین رفتارهای ماست که دنیا رو شکل میده. از نظر من کارما به عنوان یه باور، بیشتر از این که قانون علمی باشه، یه ابزار روانی و فرهنگی برای درک بهتر زندگی و رفتار انسان هست. کارما به آدما انگیزه میده که درست کار باشن حتی وقتی نظارتی نیست، چون احساس میکنن یه نیروی نامری حواسش هست. این باور میتونه کمک کنه که جوامع اخلاق محورتر و منسجمتر بشن. اما از طرف دیگه اگه بیش از حد یا اشتباه بهش نگاه بشه، ممکنه باعث بی‌عدالتی فکری بشه. مثلا فکر کنیم که کسی که مریض شده یا شکست خورده مقصر بوده، چون کارمای بدی داشته، در حالی که ممکنه صرفاً بدشانسی یا شرایط بیرونی عاملش بوده باشه. پس به نظرم باور به کارما میتونه مفید باشه اگه با همدلی، منطق و واقع بینی همراه بشه. نه به عنوان یه سیستم تنبیه و پاداش مطلق، بلکه به عنوان یه یادآوری برای اینکه کارهای ما بی‌تاثیر نیستن. و حالا سوال من از شما اینه: اگه بدونی هیچ کس نمیبینه و هیچ نتیجه‌ای قرار نیست برگرده، بازم کار خوب میکنی یا اون موقع تصمیماتتون فرق میکنه؟